فضیلت حج. حج وسیله و راه تقرب به الله متعال است و فرصتی برای تغییر و تحول می باشد. فرصتی برای رهایی از گناهان گذشته. حج خالصانه و مقبول. گناهان گذشته را حج مقبول محو می کند. قال صلی الله علیه و سلم: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حج مقبول پاداشی جز بهشت ندارد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. ابو هریره رضی الله عنه میگوید از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود هر که حج بگزارد و از گفتن سخنان زشت بپرهیزد و مرتکب معصیت نشود، آنچنان از گناه پاک می شود که گویی تازه از مادرش زاده شده است. صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. عایشه رضی الله عنها میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الله متعال در هیچ روزی بندگانش را به اندازه روز عرفه از آتش دوزخ آزاد نمی کند. شایسته است که مسلمان این فرصت را غنیمت شمارد و در اولین فرصت نسبت به ادای حج اقدام نمایند پیش از آن که روزی فرا رسد که نتواند این فریضه را انجام دهد.